سلام بچه، چطوری؟ دوستان همیشه حالتون خوب باشه. خب چون من فکر کنم جزو یکی از ویدیو آخرم باشه اگه پیج همینطوری پیش بره، چون واقعا آمار خوبی نیست و خیلی آنفالو میکنن. کسایی هم که ویو میدن وال لایک نمیکنن. در کل من این مدت ویدیو نذاشتم چون سرما خورده بودم، ولی یک دو روز خوب شدم. خب آقا بریم سراغ ادامه ویدیو. داستان ژولیت به 4 نسل قبل باز میگرده. یکی از عروسک‌های تسخیر شده رو میخوام بهتون بگم. حالا ژولیت چی بود؟ یه عروسک تسخیر شده بودش که 4 نسل پیش صاحبش رو نفرین میکرد. الان دیگه بازنشسته شده. بیشتر دخترها و مادرها رو نفرین میکرده. خب هم میرسیم سراغ عروسک دوم، یعنی آنابل که هممون میشناسیمش، که عروسک‌های خیلی محبوبه که یه فیلم قشنگی هم ازش ساخته شده بودش که خیلی ترسناک بود به نسبت، که سازنده آنابل اسمش اد لورین وارنه، که البته خود آنابل با فیلمش فرق داشت.